نه این واقعا دیوونه شده میخواد بره. میخواد بره بذار بره، ما جلوش نمیگیرم. نه تو رو به ارواح خاک بابا نذارش بره. چیه میخوای بشینم نگاه کنم؟ من نمیتونم. زن میگه زنگ نزدم، نگفتم وسایل خودتون ننیری جمع کن. جنگه میگه نمیبینی، منتظری چی پس؟ اسخر تو رو خدا تو جلو کاکا بگی، حرف ما رو که گوش نمیده. زن نگران نباش میبرمش. نه تو منتظری چی؟ وسایلت جمع کن تا بریم. رسول جنگ هواییه، جنگ زمینی نیست که تن به تن باشه. تو میگی میرم جنگ. کاکام سیاه یه جای امنی پیدا کرده، شما رو میبره جای امن. خانواده اصغر کاکام هم مثل خانواده خمه، هر کاری که دستم بر بیاد سیشون انجام میدم، میبرمش یه جای امن و امان. اصلا غم به دلتون راه نده. سال 57 که جنگ بود شما قد و نیم قد بودین، موشک خونپاره میزدن ما فرار نکردیم. حالا فرار کنیم حالا نمیریم. نمیشه حالا نری کاکا، با رفتن تو که چیزی درست نمیشه. این خاک وطنمه. هر کی بخواد فکر تجاوز به این خاک به سرش بزنه گردنش هم میشکنه. هر کی هم میخواد بره. مو یکی غیرتون اجازه نمیده برم. اگر ما مادرتونم پس این خاک هم مادرتونه. باید به خاطر این خاک بجنگیم. ما هم دنبال رسول میرم. رفیق منم تنهات نمیذارم، باهاتون میام. بسم الله علی تو شمشیر نمیخواد.